تصور کنید یه زن باردار وقتی که کم مونده بود بچهش متولد بشه و همین جوریش به سختی روزای آخر رو میگذرونده، یه روز ناپدید میشه و جسدش در حالتی پیدا میشه که غیر قابل تصور بوده. این تراژدی فقط زندگی یه خانواده رو نابود نکرد، بلکه باعث تغییر قوانین تو آمریکا شد. اونا یه قانون جدید تصویب کردن برای اینکه دیگه سر هیچ زن بارداری همچین بلایی نیاد. بیاین با شخصیت اصلیش آشنا بشیم. دختری به اسم لیسی دنیس پترسون که اسم قبل از ازدواجش لیسی دنیس راچا بوده. لیسی متولد 4 می سال 1975 بود و توی شهری به اسم مودستو تو کالیفرنیا بزرگ شد. مامانش شارون راچا و پدرش دنیس راچا بودن و یه برادرم داشت به اسم برنت. وقتی لیسی فقط 1 سالش بود، شارون و دنیس از همدیگه جدا شدن و حضانت بچه‌ها به شارون سپرده شد. البته باید بگم دنیس پدر فوق‌العاده‌ای بود و هر وقت تعطیلات یا آخر هفته نوبت اون میشد، تمام تلاشش رو میکرد تا حسابی به بچه‌ها خوش بگذره. وقتی لیسی حدوداً 7 سالش بود، شارون دوباره ازدواج کرد با یه مردی به اسم رون گرونوسکی. رون هم از اون آدمای مهربون و خانواده دوست بود و با لیسی و برنت مثل بچه‌های خودش رفتار میکرد. خود لیسی هم از این بچه‌های نرمال بود، نه دردسرساز بود، نه از اونایی بودش که داستان درست کنه، کارهای عجیب غریب کنه. یه دختر خیلی خوش اخلاق و مؤدب بود که توی مدرسه هم درسش رو خوب میخوند و عضو تیم چیرلیدر مدرسه بود. از این دخترایی که تیمای ورزشی مدرسه رو تشویق میکنن، تیم رقصن یه جورایی. بعد از دبیرستان رفت دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا توی سن لوئیس اوبیسپو. اونجا رشته‌ای خوند که مربوط به علوم کشاورزی و طراحی فضای سبز بود. درست همونجا بود که با شخصیت دوم پرونده امروز آشنا شد. یه پسر به اسم اسکات پیترسون. اسکات متولد 24 اکتبر سال 1972 بود و توی سن دیگو کالیفرنیا به دنیا اومده بود. اسکات حدوداً 2 سال از لیسی بزرگتر بود. پدر و مادرش لی و جکی هر کدومشون از ازدواجای قبلیشون هم بچه داشتن، اما اسکات اولین بچه مشترکشون بود. گذشته خانواده مادری اسکات یه بخشای خیلی تلخ داره که شاید به پرونده‌ام ربط داشته باشه. پدر جکی یعنی پدر بزرگ مادری اسکات وقتی جکی هنوز بچه بوده به قتل میرسه و بعد از اون اتفاق جکی یه مدتی رو توی صومعه پیش راهبه ها زندگی میکنه. این تجربه خیلی روی شخصیتش تاثیر گذاشته بود. باعث شده بود وقتی که خودش مادر شد بخواد یه خانواده آروم داشته باشه، به طور کلی خانواده بدون دردسر داشته باشه و خیلی مامان فداکاری بود. خیلی بچه‌هاشو دوست داشتش، خیلی بهشون اهمیت میداد. یه جورایی انگار خیلی ناز و لوس بزرگشون میکرد، بیش از حد، یعنی خیلی بیش از حد. ولی خب به هر حال اسکات از بچگی پسر مؤدب و مرتب و ورزشکار بود. یه علاقه خیلی خاصی به گلف داشتش. استعدادش باعث شد خیلی زود همه جا خودشون نشون بده، در حدی که بعد فارغ التحصیلی از دانشگاه آریزونای بورسیه ورزشی گرفت تا هم درس بخونه هم برای تیم گلف دانشگاه بازی کنه. اما وقتی از خونه دور شد و وارد دنیای جدید دانشگاه شدش، همه چی یکم متفاوت پیش رفتش. زندگی دانشجویی به هر حال آزادی بیش از حد، محیط جدید، دوستای جدید باعث شد یه جورایی خودشو گم کنه. درگیر مهمونی‌ها، روابط کوتاه و دوستیای عجیب غریب با دخترای مختلف شد. همه این رفتاراش بالاخره باعث شد از تیم گلف دانشگاه اخراجش کنن و با لغو بورسیه‌اش دیگه نتونه اونجا بمونه. پس برمیگرده به خونه و به هر حال تصمیم گیره که یه دانشگاه دیگه انتخاب کنه تا بتونه ادامه تحصیل بده، چون کار خاص دیگه ای نداشته بکنه. میره به همون جایی که بعداً سرنوشتش رو رقم زد، یعنی دانشگاه پلی‌تکنیک ایالتی کالیفرنیا توی سن لوئیس اوبیسپو. اونجا شروع میکنه به خوندن رشته چی؟ درسته، علوم کشاورزی. و خب این همون دانشگاهی بودش که لیسی راچا هم داشته اونجا درس میخونده. خب حالا هر دو تاشون توی یه دانشگاه بودن، یه شهر بودن و سرنوشتشون یه جوری رقم خورده بود که مسیرشون به هم برسه. اسکات توی اون دوران یه شغل پاره وقت توی یه کافه پیدا کرد به اسم پاسیفیک کافه. یه کافه جمع و جور بوده برای دانشجوهای اون منطقه و اتفاقا یکی از دوستای لیسی هم اونجا کار میکرد. یه روز لیسی تصمیم میگیره بره به دوستش سر بزنه و همونجا برای اولین بار چشمش میفته به اسکات. از همون لحظه اول جذب اسکات میشه و برمیگرده به دوستش میگه که شماره منو اگه میشه بده به اون همکارت، بهش بگو به من زنگ بزنه. اسکات هم برمیداره زنگ میزنه بهش، یکم با هم دیگه حرف میزنن، یه قرار میذارن و تو همون دیت اول لیسی عاشق اسکات میشه. در حد
بعد دیگه با هیجان برمی‌داره زنگ میزنه به مامانش و برمیگرده میگه مامان فکر کنم فهمیدم میخوام با کی ازدواج کنم. اونقدر ازش خوشش اومده بوده که همه چی دیگه واسه آینده‌ش هم حتی برنامه‌ریزی داشته میکرده. البته مامانش شارن یکم با احتیاط برمیگرده میگه که یکم زود نیست، خیلی زود عاشق نشدی؟ ولی یه هفته بعد شارن وقتی واسه دیدن دخترش اومد، اسکاتو هم دید که با یه دسته گل بزرگ رز سفید واسه شارن وایستاده بود جلو در، یه دسته گل رز قرمز هم واسه دخترش لیسی خریده بود و اینجور رفتاراش، این طرز حرف زدن مثلا جنتلمنانش، ادبش باعث شد همونجا شارن هم مثل لیسی ازش خوشش بیاد. رابطه این دو نفر خیلی سریع جدی شد. حدوداً 2 سال با هم دوست بودن و تو همون دوران دانشگاه تصمیم گرفتن با هم دیگه زندگی کنن. تو سال 1996 با هم یه خونه اجاره کردن و سال بعدش یعنی سال 1997 با یه جشن عروسی خیلی خوشگل و حدوداً با 150 تا مهمون با هم ازدواج کردن. همه چی داشت عالی به نظر میرسید. هر کس از دور نگاه میکرد فکر میکرد که اینا چه زوج خفنین، یه زندگی خیلی خوب دارن. اما پشت این ظاهر رمانتیک اسکات یه چیزایی رو انگار مخفی کرده بود و هیچ کس ازش خبر نداشتش، حتی خود لیسی. اسکات همون عادتی که تو دوران دانشگاه آریزونا داشت، همون دختربازی و این حرفا رو هنوز ترک نکرده بود. بعد ازدواج هم شروع کرد به خیانت کردن و حداقل 2 موردش 100% بعدا مشخص شد. یه بار با یه دختری آشنا شد و خودشو مجرد معرفی کردش و بعد از یه مدت دختر فهمید که اسکات متأهله و رابطه رو تموم کرد. بار دوم با یه دختر دیگه وارد رابطه شد ولی از رابطه قبلیش درس گرفته بود. این بار برگشت گفت ببین من ازدواج کردم اما ما داریم از هم دیگه جدا میشیم. این قضیه ادامه داشت تا اینکه اون دختر توی جشن فارغ التحصیلی دانشگاه اسکاتو با لیسی دید که دست تو دست همن، با هم خوشحالن، دارن کنار هم دیگه وایسادن و میخندن و اینا. اونجا بود که فهمید آقا همه این حرفا دروغ بوده. اصلا کسی که داره از زنش جدا میشه انقدر رابطه صمیمی نباید داشته باشه ذاتاً. همونجا اومد همه چی رو جلو همه گفتش و رابطه‌ش رو با اسکات قطع کرد. و درسته دیگه دست اسکات همونجا تو جشن فارغ التحصیلی جلوی لیسی رو شد. اما مثل اینکه حالا به هر حال بخشیده بودتش لیسی و برگشته بودن سر خونه زندگیشون. بعد از اینکه هر دوتاشون فارغ التحصیل شدن وقتش بودش که برن سراغ مرحله بعدی زندگیشون، یعنی کار پیدا کردن. پدر اسکات یعنی لی پترسون یه کمک بهشون کردش، یه مبلغ خیلی گنده بهشون قرض داد و برگشت گفتش که ببین پسرم با این یه کار شروع کن و وقتی به درآمد رسیدی حالا تیکه تیکه کوچولو کوچولو پول منو بهم پس بده. اسکات و لیسی با هم تصمیم گرفتن یه رستوران کوچیک پست کنن، یه همبرگر فروشی به اسم د شیک، یه جایی که انگار فضاش مخصوص دانشجوها بود، نزدیک دانشگاه قبلیشون بود، با قیمت‌های مناسب. چون میدونین تازه فارغ التحصیل شده بودن، خودشون هنوز تو حال و هوای دوران دانشگاهشون بودن و به طور کلی کارشون حسابی گرفت. اتفاقا همبرگر فروشیشون توی اون منطقه خیلی زود معروف شد، همیشه شلوغ بود، مشتری‌ها از هر جا می اومدن. اما بعد از چند سال، یعنی حدودا سال 2000، لیسی احساس کرد که دیگه دوست نداره توی اون شهر زندگی کنه، چون به هر حال دوتاشون هم از شهرشون دور بودن. یه روز برمیگرده به اسکات میگه ببین من دلم خیلی واسه خانواده‌ام تنگ شده، اینجا هم که ما کسی رو نداریم، برگردیم مودستو دیگه. چون لیسی چند تا خواهر برادر داشت و رابطش باهاشون خیلی خوب بود. اسکات هم که واسش فرقی نمی‌کرد، یه گفتش که اوکی، هیچ مخالفتی نکرد. اونا همبرگر فروشیشونو که الانم حسابی معروف شده بود با یه قیمت خیلی خوب فروختن، برگشتن به مودستو کالیفرنیا. اونجا یه خونه خیلی بزرگ با اون پول خریدن که 3 خوابه بوده حدوداً و یه زندگی تازه شروع کردن. لیسی تصمیم گرفت فعلا کار نکنه و تمرکزشو بذاره روی خونه و خانواده‌اش و اینا، در حالی که اسکات توی شرکت تولید کود و مواد شیمیایی کشاورزی مشغول شد که این شغلش هم خب بی ربط به رشته دانشگاهیش نبود. همه چیز ظاهرا خوب پیش میرفت تا اینکه حدوداً 2 سال از زندگی مشترکشون توی مودستا میگذره و بالاخره یه اتفاق جدید تو زندگیشون میفته. لیسی باردار شده بود. تاریخ زایمانش هم واسه فوریه سال 2003 تعیین شده بود و هر دوتاشون از خوشحالی اصلا تو پوست خودشون نمیگنجیدن. هر روز داشتن روز شماری میکردن واسه اون روز و وقتی فهمیدن بچه‌شون پسره، اسمشو هم انتخاب کردن. قرار بود اسمشو بذارن کانر. لیسی از اون به بعد حسابی درگیر دوران بارداری شد. کتابای تربیت بچه میخوندش، توی کلاسای مخصوص مادران باردار شرکت میکرد، حتی یه سری کلاسایی برای
برای زوجا ثبت نام کرد که یاد بگیرن چجوری مثلا یه مادر پدر نمونه باشن. اسکات هم تک تک اون جلسات رو داشت همراهش میرفت. از بیرون واقعا خانواده‌شون شبیه یه خانواده بی‌نقص بود، ولی همه چی به ظاهر نیست. تنها نکته کوچیکی که شاید تو اون زمان به چشم میومد شغل اسکات بود. کارش باعث میشد زیاد از خونه دور بمونه. کلی سفرهای کاری میرفت، کنفرانس‌های مختلف، نمایشگاه‌های کشاورزی تو شهرهای مختلف. بعضی وقتا 2 روز، بعضی وقتا یه هفته، حتی تا 10 روز از لیسی دور میموند. و اینجاست که یه اتفاقی میفته که نباید. میرسیم به اکتبر سال 2002. اون موقع اسکات برای یه کنفرانس کاری رفته بود که اونجا با یه خانم به اسم شان آشنا میشه. طبق معمول چشم اسکاتو میگیره و هیچ سعی میکنه خودشو بچسبونه به شان و یه جورایی مخشو بزنه، ولی شان اصلا قصد نداشت که با هیچ کس وارد رابطه شه. حالا اینکه واقعا از اسکات خوشش نیومده بود یا اینکه کلا قصدشو نداشت رو نمیدونم. خلاصه اسکات دست از تلاش بر نمیداره، کلا آویزونش میشه اون چند روز، هی دنبال شام بوده، هی هر جا میرفته پشت سرش و انگار که مثلا یه جورایی دیگه داشته استاکش میکرده. اینجا دیگه شام خسته میشه، ولی خب یه جورایی هم میفهمه که اسکات واقعا جدی داره دنبال یه رابطه محکم میگرده. حداقل ادعاش این بوده. اینجا بوده که شان یه دوستی داشته، یه زنی به اسم امبر فری. امبر یه مادر مجرد بود، یه دختر کوچولو داشت و تازه از شوهرش جدا شده بود و دنبال یه رابطه خیلی سالم و آروم میگشتش. با خودش گفتش که شاید اگر این دو تا رو با هم آشنا کنم، باز حالا اسکات مثلا آدمی باشه که این دوستم ازش خوشش بیاد و اونم همینطور دست از سر منم این وسطا برداره. امبر به عنوان یه ماساژ تراپیست توی کلینیک کار میکرد و یه زن خیلی ساده و مهربون بود. همونطور که گفتم دنبال یه رابطه جدی میگشت. شماره‌شو میده به اسکات، با هم دیگه چند بار تماس میگیرن، با هم دیگه پیام رد و بدل میکنن و بالاخره با هم دیگه قرار میذارن تا همدیگه رو ببینن. این قرار تو 20 نوامبر 2002 اتفاق میفته و خب اون موقع اسکات برگشته بوده خونه خودش و لیسی و برای اینکه بتونه بره سر اون قرار باید دوباره یه جوری لیسی رو میپیچوند. با 1000 تا بهونه از خونه میزنه بیرون، میره شهری که امبر زندگی میکرده. اون شب 2 نفره با هم میرن یه بار، کلی حرف میزنن، کلی نوشیدنی میخورن و به ظاهر همه چی خیلی عادی داشته پیش میرفته، تا اینکه اسکات برمیگرده میگه ببین من از صبح با این کت شلوار بیرون بودم، خسته شدم، میشه بریم یه سر به هتل من بزنیم که لباسمو عوض کنم، مثلا یه دوشی چیزی بگیرم بعدش دوباره بزنیم بیرون. درسته که هر کسی میدونن این بهونه است، ولی امبر حالا یا نگرفته قضیه رو، انقدر ساده بوده که واقعا بدون اینکه بفهمه قضیه چیه فکر کرده بود اسکات داره راست میگه، یا اینکه مشکلی نداشته. با هم دیگه خلاصه میرن هتل، اسکات واقعا لباساشو عوض میکنه، دوش میگیره، ولی بعدش میاد یه بطری شامپاین باز میکنه و اتفاقی که نباید بینشون میفته. صبح روز بعد اسکات واسش صبحونه درست میکنه و خب از نظر امبر این رفتار خیلی جنتلمنانه بوده و یه جوری تحت تاثیر قرارش میده. با خودش فکر میکنه که ایول این همون مردیه که همیشه دنبالش بودم. ولی تنها چیزی که نمیدونست این بودش که اون مرد یه زن باردار 7 ماهه داره که توی خونه منتظرشه. حالا باید اسکات یه جوری برمیگشت پیش لیسی. به امبر میگه ببین من باید با پدرم برم آلاسکا ماهیگیری و یه جورایی با این بهونه امبر رو میپیچونه. همونطور که گفتم اولین قرار اسکات و امبر 20 نوامبر 2002 بود. چند روز بعد تو 6 دسامبر 2002 شان، یعنی همون دختری که امبر رو به اسکات معرفی کرده بود، میفهمه اسکات متأهله. زنگ میزنه بهش، شروع میکنه داد و بیداد کردن و فحش دادن. اسکات هم پشت تلفن سعی میکنه خودش رو یه جورایی توجیه کنه. برمیگرده میگه ببین نه من قبلا ازدواج کرده بودم، الان دیگه زن ندارم. ولی خب استرس داشته، میدونسته شان و امبر با هم دیگه دوستن. حالا از امبر خیلی خوشش اومده بوده، دوست نداشته از دستش بده و تصمیم میگیره که خودش اعتراف کنه. بعد از 2-3 روز یعنی 9 دسامبر سال 2002 زنگ میزنه به امبر، شروع میکنه به توضیح دادن. برمیگرده میگه ببین من بهت دروغ گفتم که کلا مجرد بودم، من قبلا متأهل بودم ولی زنمو از دست دادم، خیلی هم ناراحتم و الان یه جورایی بیوه‌ام دیگه، الان زن ندارم، فقط اینکه یه بار ازدواج کرده بودم و من به تو نگفتم همین. بعد برمیگرده حالا وسط حرفاش میگه ببین این کریسمس اولین کریسمسیه که بدون زنم دارم میگذرونم، خیلی واسم سخته. اینجاست که امبر برمیگرده میگه حالا باشه دیگه من بخشیدمت، حالا نگفته بودی این قضیه رو، میتونی کریسمس رو با هم باشیم. ولی خب اسکات اینجا اینجوریه که عجب غلطی کردم این حرفو زدم. به هر حال یه بهونه دست و پا میکنه. برمیگرده میگه ببین من نمیتونم شب کریسمس پیشت باشم چون باید برم فرانسه پیش بابام. درسته که داشتم از صبح غر می‌زدم که من امسال کریسمس برای اولین بار تنهام، ولی
دقیقاً چون تنها بودم با بابام هماهنگ کرده بودم که دوتایی با هم اون شبو بگذرونیم. حالا اگه بزنم زیرش یه ذره بد میشه واسم. خلاصه اینجا امبر ناراحت میشه، میگه حالا دیگه مگه نمیگی تنهایی؟ خب این چه حرکتیه داری میزنی؟ منم تنهام، حالا امسال نمیخوای باشی بگو نمیخوام باشم. بعد وقتی میفهمه که خب ممکنه امبر از دست بده، ممکنه ناراحتش کرده باشه، واسه اینکه دلشو به دست بیاره پا میشه میره یه قایق پارویی کوچیک میخره و 14 دسامبر سال 2002 یعنی چند روز بعد از اون تماسشون با هم دیگه با اون قایق میرن تعطیلات، چند روز با هم خوش میگذرونن، کلی مهمونی میرن، یه عالمه با هم دیگه عکس میگیرن و بعد برمیگردن خونه خودشون. یعنی در اصل اسکات برمیگرده پیش زن باردارش. خب همه این قصه رو گفتم تا برسم به 23 دسامبر سال 2002، جایی که کم کم پرونده جنایی ما داره شروع میشه. لیسی حالا ماهای آخر بارداریشه و بچهش 1-2 ماه دیگه قراره به دنیا بیاد. صبح 23 دسامبر لیسی مثل همیشه حدود 8:30 صبح از خواب بیدار میشه. کلی کار داشته واسه قبل سال نو، با مامانش تماس میگیره، با هم دیگه هماهنگ میکنن واسه شب 24 دسامبر شام خونه مامانش اینا مهمونی برن و بعد واسه 25 دسامبر یعنی پس فرداش قرار بود که مامانش اینا بیان خونه لیسی. اون شب بعد از صحبت با مادرش، لیسی و اسکات با هم دیگه تلویزیون میبینن و حدوداً 10:30 شب میرن بخوابن. صبح 24 دسامبر لیسی حدوداً ساعت 7:30 صبح از خواب بیدار میشه، با هم دیگه صبحونه میخورن و حدوداً ساعت 9:30 بوده که با هم داشتن یه برنامه آشپزی از تلویزیون نگاه میکردن. بعدش در مورد پلنای امروز و فرداشون با هم هماهنگ میکنن. لیسی توضیح میده که قراره بره خرید چون فردا مهمون دارن. همینطور داشته از روی دفترچه آشپزی که روی اوپن باز بوده دستور پختی که واسه یه توست فرانسوی که میخواد فردا درست کنه رو میخونده. اینجا هست که حدودا ساعت 10 صبح اسکات خونه رو ترک میکنه، لیسی هم خونه رو تمیز میکنه و بعد ساعت 10:30 صبح یکی از همسایه ها لیسی رو میبینه که قلاده سگ خانوادگیشون مکنزی دستشه و داره تو خیابون واسه خودش قدم میزنه. حدودا یه رو بعد یعنی ساعت 10:45 صبح یکی دیگه از همسایه ها مکنزی رو تنها میبینه که قلادش رو زمین داره کشیده میشه و لیسی نیست پیشش. این همسایه مکنزی رو برمیداره میبره حیاط خونشون تا گم نشه و منتظر لیسی میمونه تا پسش بده. ولی بعد از اون لحظه دیگه هیچ کس لیسی رو ندیده بوده. حالا ببینیم اون روز وقتی لیسی گم شده بوده اسکات داشته چیکار میکرده. اسکات صبح حدودا ساعت 10 همونطور که گفتم خونه رو ترک کرده بوده. اون موقع بوده که میره یه انبار شخصی که اجاره کرده بوده، یه قایقی که بهتون گفتم خریده بوده با امبر بره تعطیلات، اون قایق و چند تا وسایل دیگه رو گذاشته بوده توی اون انباری و حتی یه کامپیوتر هم اونجا داشته که یه سری کارهای اداریشو انجام بده. بین حدودا ساعت 10:30 صبح تا 11 صبح اسکات از طریق اون کامپیوتری که تو انباری بوده با رئیس و همکاراش ایمیل رد و بدل کرده بوده. حالا این ایمیل دادنها یه جورایی یه پروسه کاری بوده، یعنی مثلا انگار اضافه کاری اون روزش بوده و برنامه‌اش این بوده که بعد از کار بره گلف بازی کنه. ولی هوا سرد بوده و پشیمون میشه. بعد یکم میشینه فکر میکنه، میگه خب الان دستم خالیه چیکار کنم؟ تصمیم میگیره بره با قایقش ماهیگیری. حدودا 11:00 صبح تا 11:20 صبح انبار رو ترک میکنه، قایقش رو یعنی به ماشینش وصل میکنه، میره سمت یه تفرجگاه ساحلی تا قایقو بندازه تو آب و ماهیگیری کنه. ساعت 12:45 ظهر به ساحل میرسه، قایقو همو میندازه تو آب، میره وسط دریا ولی چیزی نصیبش نمیشه. حدودا ساعت 2:30 بعد از ظهر برمیگرده، قایقو دوباره به ماشینش وصل میکنه، وسطا یه سر میره پمپ بنزین. حدودا ساعت 3:30 از همون پمپ بنزین زنگ میزنه به خونه و میبینه که لیسی تلفن رو جواب نمیده، ولی تلفن میره روی پیغامگیر. برمیگرده میگه سلام عزیزم، دارم برمیگردم، یه سبد بعد از فلانی میگرفتم ولی نمیرسم که بگیرم، ممکنه تو واسم انجامش بدی؟ یه کمه میرسم میبینمت، دوست دارم و از این حرفا. بعد از این تماس اسکات دوباره به سمت انبار میره، قایقش اونجا میذاره، بعد برمیگرده خونه. حدودا ساعت 5:30 بعد از ظهر بوده که میرسه و میبینه که هنوز لیسی خونه نیست. اولش فکر میکنه که شاید لیسی زودتر اومدن دنبالش یا حالا خودش پاشو رفته خونه پدر و مادرش، چون اون شب شام دعوت بودن دیگه. ولی وقتی پیغامگیر گوشی خونه رو روشن میکنه و مسیجا رو میخواد گوش بده، متوجه میشه که نه، لیسی نرفته خونه پدر و مادرش. پیغام اول که خودش
اولش بوده. بهتون گفتم زنگ زده بود، لیسی تلفن رو جواب نداده بود. پیغام دوم از رون ناپدری لیسی بوده که برگشته گفته لیسی جان داری میای، لطفاً وقتی داری میای یه مقدار فوم خامه واسمون بگیر بیار. اینجا بود که اسکات متوجه میشه یه چیزی اشتباهه و یه اتفاقی واسه لیسی افتاده. سریع با شارن یعنی مادر لیسی تماس میگیره. وقتی مطمئن میشه که لیسی اونجا نیست، همراه با ناپدری لیسی پا میشن میرن اداره پلیس و گزارش گم شدنش رو ثبت میکنن. پلیس شروع میکنه به بررسی خونه لیسی. این اولین کاریه که میکنه. وقتی وارد میشن متوجه چند تا نکته عجیب میشن. کلیدا، کیف پول و مدارک شناسایی لیسی هنوز سر جاشون بودن، یعنی احتمالاً لیسی به خواسته خودش از خونه خارج نشده و یه جورایی برای مدت طولانی خونه نبوده. و یه نکته دیگه، دستور پخته توست فرانسوی که بهتون گفتم روی اوپن باز بوده ولی هیچی پخته نشده بوده و معلوم بوده که لیسی قصد داشته بره بیرون از خونه، خریداشو انجام بده، سری برگرده و همون روز این کارو انجام بده. یعنی عصرونه فردا رو میخواسته بپزه. همچنین یه دفترچه تلفن باز روی میز بود که صفحه شماره وکیل مدافعا رو نشون میداد. چرا یه آدم باید وقتی که گم شده همون روز دفترچه‌اش روی شماره های وکیل باز باشه؟ ولی بین همه اینا نکته‌ای که بیشتر از همه توجه پلیس رو جلب کردش رفتار آروم و بیخیال اسکات بود. انگار نه استرس داشت، نه ناگران بود، نه ناراحت بود. اصلا انگار که مثلا زنش گم شده. همین موضوع باعث شد که پلیس اسکات رو دستگیر کنه، برای بازجویی ببره. ساعت 12 شب بازجویی شروع میشه. اسکات برمیگرده میگه ببینید شما دارین اشتباه میکنین. ما زندگی خیلی خوبی داشتیم، عاشقانه داشتیم کنار هم دیگه زندگی میکردیم، ما هیچ مشکلی نداشتیم، چرا الان من باید مظنونتون باشم؟ پلیس پیشنهاد میکنه که اسکات تست دروغ سنج بده. اولش میگه اوکی آره بیاین مثلا فردا انجامش بدیم، ولی وقتی فردا میان سراغش که ببرنش تستو بده برمیگرده میگه ببینی من با خانواده‌ام مشورت کردم، بهم گفتن که فعلا این کارو نکن، واقعیتش به خاطر همین انجامش نمیدم. خبر گم شدن لیسی خیلی سریع به رسانه ها میرسه، مثل یه بمب میترکه تو کل شهر. یعنی فرداش یه جورایی کل خیابون اسکاتینا پر از خبرنگار بوده. توی اون مصاحبه‌ای که اون روز ضبط شده خانواده لیسی از همون لحظه اول پشت اسکات بودن. میگفتن که شما دارین اشتباه میکنین، اسکات دختر ما رو دوست داشت، اصلا این کارو از اسکات بر نمیاد. و حتی برگشته بودن گفته بودن که پلیس چرا به جای اینکه دنبال دختر ما بگرده اومده چسبیده از یقه دامادمون. با این حال پلیس تمرکزش فقط روی اسکات نبود. تیم تحقیق زمینی، هوایی، دریایی کل منطقه رو داشتن میگشتن. کلی سگ زنده یاب آورده بودن، کلی هلیکوپتر آورده بودن و حدوداً 1500 تا نیروی داوطلب همه جا رو داشتن زیر و رو می‌کردن. همزمان یه لیست از مجرمای جنسی منطقه جمع‌آوری شده بود تا اگه مظنون دیگه‌ای هم ممکن بود باشه بررسی بشه. روز 27 دسامبر والدین لیسی مصاحبه میکنن و التماس میکنن که اگه کسی خبری از لیسی داره اطلاع بده. و نکته عجیب، خیلی عجیب این بودش که اسکات توی این مصاحبه شرکت نمیکنه. این بی‌تفاوتی باعث میشه پلیس حتی بیشتر از قبل به اسکات مشکوک بشه. یکی از کارگاه‌ها برمیگرده میگه که اسکات حتی از ما سوال نمیکرد که روند پرونده چجوریه، پرونده به کجا رسیده، زنمو بالاخره چیکار می‌خواید بکنین، کی پیدا می‌کنین، چی شد. به هر حال زن باردار 8-9 ماهش گم شده بوده الان. حتی میگه ما وقتی که ازش کمک می‌خواستیم سعی نمی‌کرد حتی یه کمک ریز بکنه تا پرونده جلو بره. رسانه‌ها هم به این موضوع دامن میزنن و خبرایی میساختن که اسکات همسرش رو دوست نداشته، هیچ تلاشی واسه پیدا کردنش نمی‌کرده، شاید اصلا خودش نمی‌خواسته زنش باشه. این جو عمومی باعث میشه پلیس بیشتر و بیشتر به اسکات مشکوک بشه و در نهایت مظنون اصلی پرونده بشه. اما نکته مهم اینه که فقط خانواده لیسی بودن که همچنان میگفتن اشتباه میکنی، اسکات اصلا از این آدما نیستش و این حرفا. یعنی تنها کسی که پشت اسکات بوده خانواده لیسی بودن. بعد از اینکه پرونده گم شدن لیسی حسابی رسانه‌ای شد، پلیس یه جایزه $25,000 برای هر کسی که اطلاعاتی درباره محل لیسی بده تعیین کرد. بعدن این جایزه ارتقا پیدا کرد به $250,000 و بعد شد $500,000. ولی هیچ کس هیچ خبری نداشت که بخواد به پلیس بده. حتی یکی از دوستای شوهر لیسی یه سایت طراحی کرد که به روند پیدا کردنش کمک کنه، ولی هیچ کدوم از این اقدامات هیچ نتیجه‌ای نداشت و پرونده تقریبا توی همین
همین مرحله متوقف شد. این وسط یه نکته خیلی عجیب رو شدش. روز 24 دسامبر، یعنی درست همون روزی که لیسی ناپدید شد، یه دزدی توی خونه روبروی خونه لیسینا اتفاق میفته. یه گروه وارد خونه خانواده مدینا میشن و گاف صندوقو میدزدن. خانواده گزارشو ثبت میکنن، ولی بعدن که میان راجع به این قضیه حرف میزنن، پلیس هی اصرار داره که دزدی تو روز 26 دسامبر اتفاق افتاده، نه 24م. و این یه باگ خیلی بزرگه و یه سری چیزا الان میخوام بگم که شاخ در بیارین. ببینین، اولا که از فردای روزی که لیسی گم میشه کلی خبرنگار توی اون محله جلو در خونهشون سر کوچهشون پخش بودن. چطور ممکنه که مثلا چند تا دزد وقتی میبینن که جلوی خونه‌ای که میخوان برن دزدی کنن یه عالمه آدم با دوربین وایستادن بازم این کارو بکنن؟ دوم این که یه شاهد وجود داره که برگشته گفته من دیدم که 4 نفر وارد خونه شدن روز 24م، اما پلیس اصلا این شهادت رو در نظر نمیگیره، اصلا انگار شهادت ها رو ثبت نمیکنه. بعدش هم خود دزدا وقتی میبینن همه چی رسانه‌ای شده، انقدر سر و صدا به پا شده، خودشون میان خودشون رو تحویل میدن، برمیگردن میگن ما 24م وارد اون خونه شدیم، نه 26م. بعد دیدیم که خونه خالیه، فقط یه قاف صندوق اونجا بود، اونو برداشتیم رفتیم بیرون. بازم پلیس میگه نه، درسته که اینا میگن ما 24م رفتیم دزدی، ولی ما میگیم که اینا 26م رفتن دزدی. اینجا اولین نقطه مشکوکیه که شاید پلیس داره جرم یه نفر رو مخفی میکنه، شاید داره یه کاری میکنه، یه لاپوشونی انجام میده و انگار که ممکنه واقعا پلیس داره این جرم رو میندازه گردن اسکات. چون اگر اینا واقعا دنبال اینن که اتفاق واقعی که افتاده رو کشف کنن، میان دزدیه رو درست بررسی میکنن، شاید یه ارتباطی با گم شدن لیسی داشته باشه، ولی پلیس انگار عمدن کلا این پرونده رو دوست داشته همون مسیری که هست پیش ببره، مبادا این ور اون ور بشه. روزی که پلیس میخواسته خونه لیسی و اسکاتو بگرده، پا میشن میان جلو در خونه، به اسکات برمیگردن میگن که ما میتونیم خونتو بگردیم. اسکات برمیگرده میگه اول باید با وکیلم صحبت کنم، یه چند دقیقه واسطین من هماهنگ کنم بعد بهتون میگم. و یه سری رفتاری مشکوک داشته، انگار دوست نداشته که مثلا انگار هول شده بوده پلیس اومدن جلو در. چند دقیقه بعد پلیس برمیگرده میگه ما حکم داریم، نیازی به اجازه تو نبود، فقط میخواستیم عکس‌العمل تو رو بسنجیم. به هر حال پلیس وارد خونه شده بوده، حسابی خونه رو زیر و رو کرده بوده، اما هیچ چیز مشکوکی پیدا نمیکنه، نه لکه خونی، نه به هم ریختگی، نه مثلا تمیزکاری اضافه بر سازمانی که انگار یه نفر سعی کرده باشه یه صحنه جرم رو تمیز کرده باشه. انگار نه انگار همه چی مرتب بود. بعدش پا میشن میرن انبار اسکاتو میگردن، بازم هیچ چیز مشکوکی پیدا نمیکنن. منظورم از چیز مشکوک چیزی که مربوط به صحنه جرم باشه. پرونده انگار داره توی یه نقطه فقط درجا میزنه و هیچ پیشرفتی نداشته، تا اینکه 31 دسامبر یه مراسم یاد بود توی پارک اصلی شهر برگزار میشه تا مردم به یاد لیسی شمع روشن کنن. به نظر میرسید که خانواده لیسی دیگه خیلی امیدی به پیدا شدن زنده اون نداشتن و از همون اولم پلیس احتمالاً فرض کرده بوده که قرار نیست لیسی رو زنده پیدا کنن. کلی آدم اونجا حاضر شده بودن، یه عالمه شمع روشن میکردن و همه به یاد لیسی بودن، ولی اسکات یه کار خیلی عجیب غریب داشته میکرده. از همون اول مراسم اصلا انگار مثلا اومده بوده تولد، انگار اومده بوده عروسی. عکسایی که ازش گرفته شده نشون میده که از اول تا آخر اسکات داشته توی مراسم میخندیده. حالا تصور کنی شوهری که زن باردارش ناپدید شده باید کلی نگران باشه، گریه کنه، استرس داشته باشه، از همه خواهش کنه که کمکش کنن فلان. اسکات داشته با دوستاش میخندیده وسط. ولی از اونم عجیب‌تر توی همون مراسم زنگ میزنه به امبر، منظورم همون دوست دختر سابقش که باهاش به لیسی خیانت کرده بود. به امبر میگه ببین عزیزم همه چی داره خوب پیش میره، جات خیلی خالیه، لحظه شماری میکنم برگردم و ببینمت، بقیه عمرمون رو با هم بگذرونیم. ولی اینجا باید یه چیز خیلی مهم بهتون بگم. همون موقعی که اسکات توی اون مراسم یاد بود زنگ زده بوده به امبر، خبر نداشته که امبر خودش رفته بوده پیش پلیس و داشته باشون همکاری میکرده. حالا قضیه چی بوده؟ یکی از دوستای امبر عکس اسکاتو تو تلویزیون میبینه که مثلا یه خبری هست در موردش که زنش گم شده و این حرفا، برمیگرده به امبر زنگ میزنه، همه چی رو میگه. امبرم که حسابی عصبانی بوده، دلش شکسته بوده، این آدم یه همچین دروغای عجیب غریبی بهش گفته بوده، ولی خیلی عاقلانه عمل میکنه. پا میشه میره پیش پلیس منطقه خودش و باشون صحبت میکنه، همه چی رو میگه. پلیس بهش یه ضبط کننده صدای وایس ریکوردر میده و میگه که تمام مکالماتتو با اسکات ضبط کن و امبر در مجموع حدوداً 29 ساعت مکالمه با اسکات ضبط میکنه، از جمله همین تماس مراسم یاد بود. جالبه که اسکات تو بعضی از تماساش حتی از شماره فیک اروپا استفاده میکرده
تا امبر متوجه نشه که مثلا هنوز آمریکاست و هرچی که گفته دروغ بوده. و بعد از چند روز اسکات با خودش میگه که ببین من الان داره خبرم توی کل رسانه‌ها پخش میشه، به هر حال درسته که دیر، ولی خودش هم متوجه میشه که یه سری از رفتاراش ضایع است، یه سری اتفاقای خیلی ضایع داره میفته. بازم شروع میکنه به اعتراف امبر تو مکالماتش، برمیگرده میگه ببین من به تو دروغ گفتم، زنم هنوز زنده بود و من به تو گفتم که مرده، ولی من باهاش رابطه خوبی نداشتم، ولی الان دیگه مرده، الان دیگه گم شده، الان دیگه بیوه شدم. و امبر اینجا تعجب میکنه، میگه آقا زنت الان گم شده، ولی تو 9 دسامبر دقیقا همینو به من گفتی که زنم اینجوری یه مشکلی واسش پیش اومده، مرده و این حرفا. و همین اتفاق دقیقا بعد از 20-25 روز افتاده واسط. اسکات تو جواب میگه نه این دوتا به هم دیگه ربطی ندارن، به نظر من از دست دادن انواع اقسام شکلا داشته، من منظورم این بودش که از لحاظ احساسی دیگه ندارمش، برای من مرده بود. و به طور کلی توی این مکالمات خیلی سوتیای بزرگی میده، در حدی که مثلا واسه پلیس میتونسته یه جور سرنخ باشه این حرفا. بعدش تو 14 ژانویه رسانه ها عکسایی به دستشون میرسه از همون مهمونیایی که اسکات با امبر رفته بوده توی تعطیلاتشون. بعد انقدر این عکس‌ها تو دست رسانه ها میچرخه، میرسه به دست پلیس و باعث میشه خانواده لیسی بالاخره خبردار بشن که اسکات خیانت کرده. تا اون لحظه خانواده کاملا پشت اسکات بودن، هیچ کس نمیتونست بگه اسکات مقصره، چون اینا میگفتن نه ما ازش مطمئنیم. ولی وقتی خیانتش لو میره، فکر کنم واکنش خانواده 180 درجه عوض میشه، در حدی که مادر لیسی که انقدر محکم میگفته که نه حق نداریم به اسکات چیزی بگیم، برمیگرده میگه خب اگه خیانت کرده چرا باید دختر ما رو میکشته. رسانه ها هم که دست از دامن زدن به ماجرا بر نمیداشتن، کم کم داستانو تبدیل میکنن به یه چیز خیلی بزرگتر. حتی میگفتن که اسکات ممکنه قاتل سریالی باشه. چرا؟ چون یه دختر به اسم کریستین قبلا گم شده بوده که با اسکات همکلاسی بوده و توی یه محله زندگی میکردن. رسانه ها شروع کردن به پخش کردن یه سری شایعات در مورد این گم شدنا، ولی همشونو هی پلیس داشته تکذیب میکرده. در نهایت تو 24 ژانویه امبر توی یه کنفرانس خبری شرکت میکنه و داستان خیانت اسکاتو کامل توضیح میده و حتی میگه که خودش هم از این ماجرا خبر نداشته. بعد همه چیو تعریف میکنه که آره من رفتم پیش پلیس، اینجوری گفتم بهشون، به من اینجوری یه وایس ریکوردر دادن و دونه دونه همه اتفاقاتو میگه. و خب این کنفرانس خبری قرار بوده پخش، اسکات قرار بوده ببینه و بله اسکات میبینه این کنفرانسو و بعدش زنگ میزنه به امبر، برمیگرده میگه من بهت افتخار میکنم، شجاعت خیلی زیادی داشتی که رفتی جلوی رسانه ها همه چی رو گفتی و نه به حالت تیکه‌وار، احتمالاً به یه حالتی که واقعا داشته تشویقش میکرده. اصلا کلا خیلی کار عجیب غریب و مشکوکی داشته میکرده. حالا از یه طرف پلیس هنوز هیچ مدرک مستقیم و قطعی نداشت که ثابت کنه اسکات به ناپدید شدن لیسی ربط داره. تنها چیزی که داشتن انگیزه بود. پلیس میگفت انگیزه اسکات این بوده که لیسی رو از سر راهش برداره، چون دوست داشته که رابطش با امبر ادامه دار باشه و نمیخواسته که یه پدری باشه که یه بچه داره، از زنش جدا شده و یه مسئولیتی انگار گردنش باشه. هدفش این بوده که بخواد بدون هیچ محدودیتی برگرده به زندگی سابقش، بتونه مثلا حالا با امبر یا زنای دیگه تو رابطه باشه. بعد از اینکه رسانه ها شروع کردن داستان خیانت اسکات رو منتشر کردن، بعد امبر اومد با رسانه ها حرف زدش، بعدش هم که اسم اسکات رفت توی لیست مظنونی، تازه اسکات شروع کردش خودش مصاحبه کردن با روزنامه ها و تلویزیون. تو همه اینا هم حرف اصلیش این بود که به جای اینکه دنبال من بیافتید، به جای اینکه بخواید مثلا منو استاک کنید، دنبال زنم بگردید. انگار که سعی میکرد اون نگاه‌های منفی که روش بود و برداره، تمام سوتیایی که تا اینجا داده بود و جمع کنه. ولی توی یکی از همین برنامه‌های تلویزیونی یه سوتی خیلی بزرگتر از همه این چیزایی که تا الان وجود داشته داد. مجری ازش در مورد خیانت‌های اسکات پرسید و برگشت گفتش که لیسی خبر داشت از کارهایی که من میکردم و هیچ مشکلی نداشت. انگار که میدونست مثلا لیسی وجود نداره که اگر پیدا بشه بیاد این حرفو تکذیب کنه. خیلی داشت قاطع این حرفو میزد و خب مجری برگشت گفتش که تو واقعا انتظار داری ما باور کنیم که یه زن 8 ماه باردار با خیانت تو مشکلی نداشته باشه؟ و اسکات تو جواب برمیگرده میگه آخه شما از زندگی ما خبر نداریم، ما خیلی هم دیگر دوست داشتیم، اینجور اتفاقا نمیتونست زندگی ما رو مثلا خراب کنه. ولی بزرگترین سوتی رو وقتی داد که
آخرین جمله‌شو درباره لیسی گفت. برگشت گفتش که اون زن شگفت انگیزی بود. گفتن این حرف یعنی این که انگار دیگه لیسی وجود نداره، قبلا بوده. ولی باید بگم همون لحظه که این حرفو میزنه 0.03 ثانیه طول میکشه تا سریع جمله‌شو اصلاح کنه. میگه که آره اون خیلی زن شگفت انگیزی بود، یعنی منظورم اینه که هست. و این که میاد این جمله رو اصلاح میکنه حتی از جمله قبلیش هم ضایع‌تره. انگار که مثلا ناخودآگاه فهمیده که یه حرفی زده که خودشو لو داده و سریع فقط میخواد گندش رو جمع کنه، ولی حتی بدتر میشه. این موضوع رسانه‌ها رو شدیداً تحریک میکنه، شروع میکنن به پخش کردن این خبر. ولی به هر حال بازم با این حال بعد از این مصاحبه اسکات تقریبا تا 1-2 ماه هیچ پیشرفتی توی پرونده ایجاد نمیشه. یه زن باردار 8 ماه الان گم شده و ماه هاست کسی نمیدونه کجاست. ولی این قضیه تا 13 مارس 2003 بود و اون روزی اتفاق خیلی بد افتاد. یه زوج داشتن توی ساحل سان فرانسیسکو قدم میزدن. اون ساحل منطقه شمالی جایی بودش که اسکات میرفت ماهیگیری. اونجا بوده که یهو جسد جنین نیمه تجزیه شده پیدا میکنن. جنین هنوز جفت داشت و پوستش به طرز عجیبی سالم مونده بود و یه پلاستیک هم دور گردنش پیچیده شده بود، ولی انگار این پلاستیک مثلا جزو زباله‌های دریا بود و به طور اتفاقی پیچیده شده بود. این جنین رو فوراً به پزشکی قانونی میفرستن و روز بعدش یعنی 14 مارس کمی بالاتر از اون منطقه جسد بی سر و بی پای یه زن رو پیدا میکنن. این جسد کاملا تجزیه شده بود و معلوم بودش که از داخل آب به سمت ساحل اومده. وقتی جسد به پزشکی قانونی منتقل میشه و آزمایش‌های دی ان ای انجام میدن، مشخص میشه که متعلق به لیسی پترسونه. وقتی این جین رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی و آزمایش‌های دی ان ای روش انجام میدن، مشخص میشه که جسد متعلق به لیسی پترسون و جنین پیدا شده هم کانر یعنی بچه لیسی بوده. تصور پزشکی قانونی این بود که جنین بعد از اینکه جسد لیسی تو آب افتاده ازش خارج شده و این خیلی دردناکه، خیلی زیاد. اما متاسفانه واقعیت همین بود. کنار محل پیدا شدن جسد یه گونی سیمانم پیدا میکنن. پلیس احتمال میده که جسد لیسی رو به این گونی بسته بودن تا بره زیر آب و بعد از اینکه مثلا جسدش سبک شد نیاد روی آب. ولی سر و پای جسد رو پیدا نمیکنن. به نظر پزشکی قانونی جدا شدن این قطعات بدن احتمالاً بخشی از فرآیند تجزیه طبیعی جسد بوده. همون روزی که پزشکی قانونی تایید کرد جسد لیسی پیدا شده، پلیس سریع رفت دنبال اسکات تا اون رو دستگیر کنه. اسکات تو این مدت خونه پدر و مادرش زندگی میکرده و پلیس فکر میکرد که شاید بخواد فرار کنه بره مکزیک. به خاطر همین خیلی سریع اقدام کردن. یه ماشین فرستادن اسکات رو تعقیب کنه تا توی موقعیت مناسب برن بالا سرش رو دستگیرش کنن. اسکات اون روز قرار بوده بره پیش خانواده‌اش گلف بازی کنه و وقتی متوجه میشه که یه ماشین داره تعقیبش میکنه، فکر میکنه که شاید خبرنگاران بعد از 1-2 ماه پیداش کردن و اومدن سراغش. به خاطر همین زنگ میزنه به خانواده‌اش، برمیگرده میگه که شما بریم من نمیام، خبرنگارا افتادم دنبالم، نمیخوام که بیان جایی که میری من پیدا کنم، شمارم پیدا کنم، پای شما هم بیاد وسط. و نهایتا پلیس اونو دستگیر میکنه. توی این مدت اسکات موهاشو بلوند کرده بوده و یه ریش پروفسوری گذاشته بوده. ولی باید بهتون بگم که این ظاهر جدید واسه این نبوده که از دست پلیس فرار کنه. شاید با خودتون بگین که چرا دارم این حرفو میزنم، چون به هر حال یه مظنونیه که تغییر چهره داده. ولی باید بگم قبلا با پای خودش با همین ظاهر اومده بوده اداره پلیس. فقط این کارو کرده بوده که خبرنگارا تو خیابون نشناسنش، نیان سراغش، بتونه زندگی عادیشو داشته باشه. وقتی دستگیرش میکنن، ماشینشو میارن که بررسی کنن تا ببینن که آیا واقعا انگیزه فرار به مکزیک داشته یا نه. و داخل ماشینش یه چیزایی پیدا میکنن: $15,000 پول نقد، یه بیل، کارت شناسایی برادرش و یه مقدار قرص ویاگرا. برای هر کدوم که میگن خب الان اینا چیه، دونه دونه میاد دلیل میاره. میگه ببینید این $15,000 رو من قبلا به مادرم قرض داده بودم و تازه بهم پس داده، فرصت نکردم ببرم بذارم تو حسابم. کارت شناسایی برادرشو میارن، میگن خب باشه اون پوله اوکیه، حالا این چیه؟ میگه ببین من برای استفاده از تخفیف تو باشگاه گلف برش داشته بودم و میخواستم برم گلف دیگه، همونطور که میدونین اون روز قرار داشتم، فقط اون روز این کارت شناسایی پیشم بود. بعد میگن آقا باشه کارت شناسایی هم اوکی،
واسه گلف می‌خواستی تو، اینو هم باور می‌کنیم. بیل دیگه چی میگه؟ این بیلو واسه چی برداشتی؟ برمیگرده میگه نه ببینید من زیاد میرفتم ماهیگیری، زیاد میرفتم آفرود، این بیل لازمم میشد تا یهو مثلا وقتی ماشینم توی گل گیر کردش، ماشینم استاک کردش توی راه، من میتونم با این بیل مثلا کارامو انجام بدم، گلا رو کنار بزنم. این همیشه تو ماشین من هستش. ولی باید بهتون بگم این بیل خودش شد یکی از مدارکی که نشون میداد یکی از وسایل مخفی کردن جسد بوده برای اسکات. انگار حرفشو باور نمیکنم. به هر حال گورسر یا گرام که اصلا توضیحی نداره. خیلی خب، بعد دستگیری اسکات قرار میشه که دادگاه‌ها شروع بشن. تاریخ شروع میذارن 1 ژوئن 2004. چون پرونده خیلی سر و صدا کرده بود، عملا همه داشتن توی ایالت دربارش حرف میزدن، تصمیم میگیرن که پروندهشو خیلی زود به دادگاه بکشونن و همینطور دادگاهشو توی شهر دیگه منتقل کنن، حدوداً یه ایالت دیگه 80 کیلومتر دورتر، تا قضاوت تقریبا عادلانه باشه دیگه. چون میدونین مثلا وقتی توی همون شهر به هر حال قاضیایی که توی اون دادگاه میخوان حضور پیدا کنن، از رسانه ها، از مردم یه چیزایی شنیدن، شاید تاثیر گذاشته باشه روی فکرشون، جهت داده باشه بهشون، واسه تصمیم گیریشون خوب نباشه. ولی باید بگم خب این پرونده تو سطح ملی پخش شده بود، تأثیری نداشت عوض کردن ایالت، ولی خب به هر حال این کارو به طور قانونی باید میکردن و کردن. یه نکته جالب در مورد هیئت منصفه هم وجود داره. ببینین چون ممکن بودش که حکم اعدام بگیره، قاضی تصمیم میگیره که یه تغییراتی ایجاد کنه که حتما این اتفاق بیفته. ببینین اعضای هیئت منصفه شون این شکلی بودن که نصفشون فکر میکردن که اسکات گناهکاره، این یکی نصف دیگه اینا هم باور داشتن که اسکات گناهکاره، ولی اینا جزو هیئت منصفه هایی بودن که به حکم اعدام اعتقاد نداشتن، یعنی زیاد حکم اعدام نداده بودن تو جرمای مشابه. و قاضی یه کاری میکنه که یه هیئت منصفه تشکیل بشه که همشون به اعدام اعتقاد دارن تا مطمئن بشه اسکات قراره اعدام بگیره. آدمایی که میارن هم شدید به اعدام معتقد بودن و این خودش یه باگ بزرگ تو روند قضایی پرونده بود. از اون طرف دادستان میدونست که هیچ مدرک مستقیمی واسه محکوم کردن اسکات نداره، ولی با این حال که مدرک مستقیمی وجود نداشت، یه پرونده 30,000 صفحه‌ای از مدارک و شواهد آماده بوده. یعنی در اصل این دادستان آماده کرده بوده تا تو دادگاه علیه اسکات استفاده کنه. اسکات هم خب تیم وکلای خودشو داشت، دفاعاتشو آماده کرده بود. یکی از ادعاهای دادستان این بودش که شب 23 دسامبر، یعنی شب قبل از روزی که لیسی گم بشه، اسکات لیسی رو کشته و فردا صبحش که تازه انگار همه فکر می‌کردن اون روز صبح گم شده، در اصل مرده بوده لیسی و اون روز اسکات جسد رو با قایق برده به دریا، انداختتش تو آب، بعد برگشته خونه و انباری رو تمیز کرده. اما این وسط یه سری باگا وجود داشت. اولا که اسکات گفته بوده با لیسی دوتایی اون روز صبح برنامه آشپزی دیدن و وقتی که ازش پرسیدن خب چه برنامه‌ای، چیا توش اتفاق میفته، دقیقاً میدونسته چه برنامه‌ای پخش شده بوده، زمانش رو درست گفته بوده، غذایی که پخته بودن و همه چی رو درست گفته بوده. یعنی انگار توی اون بازه زمانی واقعاً داشته برنامه آشپزی نگاه می‌کرده. دوماً شاهدایی که همسایه‌هاشون بودن. بهتون گفتم یکی از همسایه‌ها صبح لیسی رو دیده بوده که داره با سگش قدم میزنه. و سوماً هیچ اثری از خون یا شواهد خشونت فیزیکی تو خونه یا انباری پیدا نشده بوده. بوی سفید کننده نمیومده که بگیم آقا شاید پاک کرده شواهدو. هیچ رد خون یا به هم ریختگی خاصی هیچی وجود نداشته. بعد اینجاست که دادستان میبینه که نه، نمیتونه ثابت کنه که این قتل شب قبل رخ داده، ولی روند پرونده‌ای که طرح کرده بوده این بوده. میاد وسط دادگاه زمان قتل رو عوض میکنه، میگه آها خب بعد از اینکه وکیلای اسکات دفاع میکنن ازش، این مدارک رو میکنن، برمیگرده میگه آها خب پس میدونین چیه، پس این قتل صبح اتفاق افتاده. و انگار که مثلا اون پرونده‌ای که تشکیل داده بوده یه بندش رو تغییر میده در لحظه. فرضیش این بوده که آقا اوکی، همسایه لیسی رو در حال قدم زدن دیده، ولی اسکات لیسی رو اومده از خیابون دزدیده، برده تو انباریش کشته، بعد جسد رو با قایق برده دریا. ولی بازم هیچ شواهد و مدارکی نداشت واسه این ادعاش. نکته دیگه مربوط به کیسه سیمان پیدا شده کنار جسد لیسی بود. دادستان گفته بودش که ما توی انباری نمونه این کیسه سیمان رو پیدا کردیم تو انباری اسکات. اسکات هم تو دفاع از خودش گفته بوده که من این کیسه رو خریدم تا باهاش لنگر قایق بسازم. دادستان گفته بود حجم سیمانی که ما تو انباریت پیدا کردیم انقدر زیاد بوده که میشده 5 تا لنگر باهاش بسازی، بقیه‌اشو می‌خواستی چیکار کنی؟ اسکات جواب داده که بردم ریختم تو ناودونی نزدیک انبار. این حالا خودشون بررسی نکردن این قضیه رو، ولی یکی از خبرنگارا رفته بعدن اون قضیه رو چک کرده، دیده که
واقعا توی اون ناودونی سیمان ریخته شده. اما دادستان اصلا این نکته رو در نظر نمیگیره و از این قضیه برای اینکه نظریه قتلش تو انبار رو ثابت کنه استفاده میکنه. در حقیقت انبار اسکات خیلی کوچیک بود. ببینین نمیشد که همزمان هم ماشینش و هم قایقش اون رو جا کنه. یعنی نمیتونسته که مثلا با ماشین و قایق رفته باشه داخل انبار، لیسی رو به قتل رسونده باشه، کسی هم ماشینش رو جلو در ندیده باشه. هیچ کدوم از اینا ممکن نبوده. یعنی به هر حال یا اسکات باید قایق رو میذاشته بیرون یه مدت طولانی یا باید ماشین رو میذاشته بیرون. ولی نه، مثل اینکه بازه زمانی توقفش اونجا انقدی نبوده که بتونه یه آدم بکشه اونجا. خلاصه تمام تئوریایی که دادستان دادگاه داشته بیان میکرده پر از ایراد بوده. بعد تمام اعترافات اسکات ثابت بوده. یعنی هر سری اومده بودن ازش سوال پرسیده بودن، هر سری جوابای قبل عیناً مو به مو گفته بوده. یعنی یه دونه سوتی بده حرفشو عوض کنه اصلا. ولی یه سوتی خیلی جزئی داده بوده. وقتی که ازش پرسیده بودن مگه تو نمیگی اون روز صبح رفته بودی ماهیگیری؟ چیکار کردی؟ چه ماهی گرفتی؟ با چه وسیله‌ای گرفتی؟ اینجا اسکات یکم گیج شده بود و یه ذره هول کرده بود، نمیدونست چی جواب بده. در نهایت گفته بوده که نتونستم چیزی صید کنم، هیچ ماهی نتونستم صید کنم. و از این نکته دادستان استفاده میکنه و اصرار میکنه که تمام حرفای اسکات دروغ بوده. یعنی در اثر همین یه دونه حرف، یه دونه هول کردنش، در اصل اینم حتی دروغ نبوده. ولی باید بگم اسکات از تمام داستانش، از تمام تایملاینی که راجبش صحبت کرده بود دلیل و مدرک داشتش. فکر کنم اسکات واسه اینکه قایقشو بندازه تو آب باید یه اجازه نامه‌ای میگرفته و این اجازه نامه واسه ساعت 12:45 بوده و دقیقاً درست گفته بوده. همه یه چیزایی که گفته بوده رو مو به مو بر اساس فیشا و مدارکی که داشته گفته بوده. و همونطور که گفتم تمام تایملاینی که اسکات گفته بود با بررسی همخونی داشته. هیچ نشونه‌ای از دروغ وجود نداشته. ولی تنها چیز محکمی که دادستان داشته انگیزه قاتل بوده. یعنی انگیزش همخونی داشته با اتفاقات پرونده. انگیزه چی بوده؟ اسکات می‌خواسته از تعهد فرار کنه، نمی‌خواسته پدر یه بچه‌ای باشه که قرار از مادرش جدا بشه یا این زندگی رو دوست نداشته و بچه آواره می‌شده. می‌خواسته یه جوری پرونده رو جلو ببره که اسکات بدون هیچ مدرک محکم قتلی با همین انگیزه مجرم باشه. تیم دفاعی از این سوتی که دادستان داده بود گفته بود آره شب قبل به قتل رسیده و بعد تو حرفشو عوض کرده بود، هی داشته استفاده می‌کرده تا یه جورایی انگار مثلا این سوتیه یه کمکی به موکلشون کنه. میگن که آره ایشون گفتن که شب قبل مرده ولی موکلمون مدرک داره واسه اینکه شب قبل صحیح و سالم بوده لیسی. و مدرکشون چی بوده؟ لباس خوابی که شب قبل لیسی تنش بوده و صبحش انداخته بوده تو سبد رختچرکا. این لباسا سالم بودن، هیچ اثری از خشونت روی این لباسا نبوده. انگار که شب تا صبح این لباسا بدون اینکه هیچ اتفاقی واسهشون بیفته سالم مونده بودن. اگر اون شب قرار بود لیسی به قتل برسه به هر حال رو لباسش یه لکه، یه اثری، یه نشونه‌ای میشه دیگه. بعد میگن که روی کامپیوتر لیسی صبح اون روزی که گم شده یه سری هیستوری سرچ هست بین ساعت 8:40 صبح تا 45 صبح و کاملا موضوعات رندوم بوده، رندوم زنانه، مثلا اسکارف، چتر آبی، انگار که داشته خرید انجام میداده. این چیزی نبوده که بتونن بگن اوکی ممکن اسکات سرچ کرده باشه. بعد میرن ایمیلایی که اسکات توی انباری رد و بدل کرده رو بررسی میکنن. کارشناس تایید میکنه که کامپیوتر انباری دقیقاً تو ساعت‌های گفته شده فعال بوده، یعنی ساعت‌هایی که خود اسکات بیان کرده بوده توی اعترافاتش. ولی بعد از اینکه کارش تموم میشه تا وقتی که کامپیوتر رو خاموش کنه 20 دقیقه خلأ تایمی وجود داشته. یعنی کامپیوتر روشن بوده ولی بدون این بوده که هیچ کاری انجام بشه. ولی اینجا اسکات برمیگرده میگه توی این 20 دقیقه من یه ابزار جدید خریده بودم، داشتم اونو اسمبل میکردم و بعدش کامپیوتر رو خاموش کردم رفتم. میرن انباریشو میگردن، رسید خریدش رو حتی پیدا میکنن که تو 20 دسامبر خریده شده. این یعنی که ممکنه اسکات واقعا راست بگه و واقعا بیگناه باشه. تو همین حین کی میاد تو جایگاه شاهد وای میسته؟ انبر، درسته، دوست دختر سابق اسکات که داشته باش به لیسی خیانت میکرده. وقتی میاد پشت جایگاه قرار میگیره شروع میکنه به یه سری صحبتایی که باعث میشه روند دادگاه از این رو به اون رو بشه. تمام تماساشون و تمام فایلای صوتی رو افشا میکنه. به عنوان مثال همون تماسی که تو روز یاد بود لیسی ضبط شده بود. میاد تمام رفتارهای عجیب و مشکوک اسکات بعد از گم شدن لیسی رو کامل توضیح میده، روشن میکنه همه چی و بعد از پایان صحبت‌های انبر
تمام هیئت منصفه همه نظرشون دیگه راجع به پرونده اسکات عوض میشه. ببینین این پروسه رسیدگی به پرونده 5 ماه طول میکشه. تو دادگاهی در رفت آمد بودن و بعد از آخرین صحبت‌های امبر تو دادگاه آخر هیئت منصفه تصمیم میگیرن تا با هم مشورت کنن و این قضیه 1 ماه طول میکشه. وقتی برمیگردن اسکاتو به جرم قتل درجه 1 لیسی و قتل درجه 2 کانر محکوم میکنن. این قضیه رو یادتون باشه. حالا پرونده میرسه به دست قاضی تا حکم صادر بشه. بالاخره 14 دسامبر 2004 حکم اعلام میشه و اسکات به اعدام محکوم میشه. خانواده لیسی از این حکم خیلی راضی بودن، ولی اسکات هی میگفته که من بیگناهم، همیشه داشته میگفته که من مقصر نیستم. اسکات از سال 2004 تو صف اعدام قرار میگیره تا سال 2020. تمام این سالا داشته سعی میکرده که اعتراض کنه به حکمش، داشته سعی میکرده تجدید نظر بخواد تا سال 2020 که این اتفاق میفته. یه تجدید نظر تو پروندهش اعمال میشه و حکم اعدامش به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط تبدیل میشه. حالا چرا این تجدید نظر پذیرفته شده بوده؟ ببینین این رسانه ها خیلی تاثیر دارن تو پرونده ها. کلی سر و صدا کرده بودن، اومده بودن کلی خبر فیک پخش کرده بودن. بعد توی این مدت، توی این حدوداً 16 سالی که طول کشیده بوده تا حکم تغییر کنه، کلی آدم اومده بودن این پرونده رو بررسی کرده بودن، میگفتن که ممکن بوده این حرکت رسانه ها روی هیئت منصفه تاثیر گذاشته باشه. نکته دوم این بودش که قاضی یادتون باشه اومده بود هیئت منصفه رو دستکاری کرده بود. اومده بود یه سری‌ها رو که به اعدام اعتقاد نداشتن حذف کرده بود، یه سری آدم آورده بود که به اعدام اعتقاد داشتن. این خودش یه باگ بود توی پرونده و تو سال 2020 اینو در نظر میگیرن، پس حکمش نمیتونه منصفانه باشه. یکی از دلیلش این بوده که اومده بعداً تجدید نظر شده. خلاصه این تغییرات باعث شده بود که حکم تجدید نظر پذیرفته بشه. حالا یه اتفاق خیلی مهم دیگه هم پیش اومده بود. ببینین یه پروژه‌ای توی لس آنجلس به اسم پروژه بیگناهی شروع شده بود. اومده بودن تصمیم گرفته بودن که پرونده‌های قدیمی که با باگ روبرو بودن، یعنی باگ بررسی داشتن، دوباره باز بشن پرونده‌ها و مشخص بشه که آیا افراد بیگناه پشت میله‌های زندان افتادن یا نه. و پرونده اسکات هم میره لابلای همین پرونده‌ها بررسی مجدد انجام میشه. مثلا اون وسطا که دادگاه داشته برگزار میشده، دادستانه رفته بوده یه آزمایش کرده بوده. قایق اسکاتو برده بودن وسط آب، داخلش یه جسم سنگین به اندازه وزن لیسی گذاشته بودن. 5 بار تلاش کرده بودن که جسد رو انگار بندازن توی آب، ولی هر بار قایق چپ می شده. این آزمایش هیچ وقت توی دادگاه ارائه نشد، چون اگر ارائه می شد معلوم می شدش که ممکن نبوده از داخل اون قایق جسدی داخل آب انداخته شده باشه. چرا حالا نیومدن ارائهش کنن؟ چون دادستان اگر این ارائه می شد نمیتونست دیگه پرونده رو سمت اسکات بکشه. خلاصه توی 12 مارس سال 2024 یعنی پارسال، اسکات یه جلسه رسیدگی داشتش که توی ردوود سیتی برگزار می شد. این جلسه به دستور قاضی شهرستان سن ماتئو بود و در اصل این جلسه رو همون پروژه بیگناهی درخواست داده بودن. اینجا کلی به دادستانی داشتن فشار می آوردن که آره بیاین دوباره آزمایش دی ان ای بگیرین. این دادستان هم گفته بود که این کار غیر ضروریه. اصلا این آزمایش دی ان ای تو سال 2013 و تو سال 2019 انجام شده. ببینین اینا جوابش منفیه، در حالی که این جواب دی ان ای اصلا تو پرونده وجود نداشتن. توی می سال 2024 بالاخره قاضی اجازه داد که اسکات آزمایش دی ان ای انجام بده، با اون نمونه دی ان ای بررسی بشه. حالا اون نمونه دی ان ای چی بوده؟ یه تیکه نوار چسب بوده که توی کالبد شکافی لیسی روی شلوارش پیدا شده بوده. این آزمایش رو انجام دادن ولی مثل این که بی‌نتیجه بوده و دیگه بقیه درخواستای آزمایش دی ان ای رو کلا رد کردن. خلاصه اون دادگاه هم بی‌نتیجه شد تا 2 ژوئن همین امسال 2025 اسکات یه درخواست تجدید نظر داده بود، ولی دادگاه درخواستش رو رد کرده بود. حالا توی این درخواست تجدید نظر چی نوشته شده بود؟ گفته شده بود که شواهدی که میتونستن اسکاتو تبرئه کنن به طور عمد حذف شدن از پرونده، ولی دادگاه گفته که نه دیگه بس دیگه، امکان نداره شما بخواید مثلا دوباره تجدید نظر بخواید. و الان اسکات هنوز تو زندانه، حکمش حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروطه. یعنی عملا دیگه هیچ امیدی به آزادی نداره و تا آخر عمرش باید زندان بمونه. در مورد لیسی و پسر کوچولوش کانر توی
آگوست سال 2003 توی قبرستون برwood به خاک سپرده شدن. مراسم تشییع جنازه حدوداً $10,000 خرج داشت که بعداً قاضی اسکاتو مجبور کرد هزینه‌شو پرداخت کنه. روی سنگ قبر به درخواست مادر و ناپدری لیسی اسم خانوادگی پترسون حذف شده و لیسی با فامیلی قبل ازدواجش یعنی روچا نوشته شده و کانر یعنی بچه‌ش هم هیچ فامیلی روی سنگ قبرش نداره. انگار که با این کار خانواده لیسی میخواستن هویت خودشون و دخترشون رو از اسم اسکات جدا کنن. خب اینجا میرسیم به همون قسمتی از پرونده که یادتون باشه بهتون گفتم این پرونده باعث شدش یه سری قوانین تو آمریکا عوض بشن. تو 1 اپریل سال 2004 شارون مادر لیسی و شوهرش یعنی ناپدری لیسی رفتن کاخ سفید تا شاهد تصویب قانونی باشن که به خاطر پرونده دخترشون ایجاد شده بود. این قانون یه قانونی بودش که تصویب شدش به اسم Unborn Victims of Violence Act و میگه که اگر کسی در حین ارتکاب جرم به یه زن باردار به بچه متولد نشده آسیب بزنه یا باعث مرگش بشه، اون هم میتونه به عنوان یه جرم جداگانه حساب بشه. یعنی قانون از کودک متولد نشده هم حمایت میکنه و به عنوان یه مقتول جداگانه حساب میشه و آسیب زدن بهش مجازات داره. یعنی همونطور که بهتون گفتم اسکات به خاطر به قتل رسوندن کانر انگار قتل درجه 2 گرفته بود، ولی اگر بعد از این همچین اتفاقی خدای نکرده اون قاتل قتل درجه 1 انگار انجام داده. باید بگم رئیس جمهوری که اون دوره این حکم امضا کرده جورج بوش بوده و اینم بهتون بگم که ممکنه توی همه این تجدید نظرهایی که اسکات داره این روزا میده یه روزی مثلا واسش دادگاه تشکیل بشه، شاید اصلا یه حکمش عوض بشه، شاید مدارک جدیدی رو بشه. هر اتفاقی که در مورد این پرونده بیفته حتما تو کامنت های همین پرونده واسهتون مینویسم و پین میکنم. اگرم اتفاقات انقدی گسترده بودش که روند پرونده رو عوض کرد یهو یه مظنون جدید پیدا شد، یک بار دیگه این پرونده رو واسهتون کاور میکنم به عنوان پارت دوم. ولی تا الان که هیچ خبری از اسکات نیستش، ولی معلومه که هنوز تو زندانه. ازتون میخوام نظرتون رو حتما در مورد این پرونده بگین که آیا به نظر شما ممکنه اسکات واقعا بیگناه بوده باشه